سلام به روی ماهتون. من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام ریز قاسمی درست کنم، یه غذای خوشمزه شمالی که میشه هم به عنوان پیش غذا و هم غذای اصلی سر میزا و سفره هامون سروش کنیم. ریز قاسمی توش نه گوشت داره نه مرغ و میشه به عنوان یه غذای ویژیتریانی به حساب ببریم. بریم با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. نیاز داریم به بادمجون که من اینجا 5 تا بادمجون دارم. برای 5 تا بادمجون 5 تا گوجه میذارم، چون من تو میز قاسمی یه مقدار ربم میریزم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم، باید بادمجونا رو بپزیم. اونا رو میخوام بذارم تو فر بپزه. شما میتونید روی اگه گازتون اجاق گازه که خیلی راحت میتونید بذارید روی اون بپزید، ولی از اونجایی که من نمیتونم و گازم ایندوکسیه، میخوام این بادمجونا رو توی فر درست کنم. اول بهتره که چند تا برش توی بادمجونا بزنیم که وقتی گذاشتیم توی فر خیلی راحت بپزه و رو طبقه بالاش بذارید که از بالا حرارت بخوره، اونجوری حسابی بادمجونا کبابی میشه. خیلی راحت به همین شکل چند تا سوراخ و حفره روش ایجاد میکنیم. الان این بادمجونا رو میبرم میذارم تو فر، به طبقه بالا میذارم تا با حرارتی که از بالا میاد حسابی کبابی بشن. بعد که آوردم بهتون نشون میدم. فاصله که من بادمجونا رو گذاشتم تو فر بپزه، میخوام گوجه ها رو رنده کنم. شما میتونید گوجه رو ریز کنید، ولی وقتی گوجه رو رنده میکنیم خیلی خوشمزه تر میشه. با رنده درشت شروع میکنیم به رنده کردن. گوجه هم که استفاده نمیکنیم، سعی کنیم پوست گوجه رو استفاده نکنیم. خب الان گوجه های ما آماده است. الان میرم ببینم بادمجونا چطور شده. بادمجونای ما آماده شد، فقط باید بذاریم یه ذره خنک بشه که خیلی راحت بتونیم پوستش رو بکنیم. من بادمجونا رو میذارم کنار. گوجه‌ای هم که درست کرده بودیم آماده است و الان باید سیر رو درست کنیم. بعد پوست بکنیم و خوردشون کنیم. اگه سیر بیشتر باشه خیلی خوشمزه تر میشه، ولی خب وقت میکنه ریز قاسمی رو سعی کنیم به تعداد، مثلا من الان برای 5 تا بادمجونی که استفاده کردم تقریبا 6 یا 7 تا سیره، چون سیره من خیلی درشته. این مرحله بادمجونامون سرد شده و من میخوام پوست این بادمجونا رو بکنم. وقتی که بادمجون سرد بشه پوستش خیلی راحت کنده میشه. میتونید بادمجونا رو ساتوری کنید یا اینکه مثلا با گوشتکوب بکوبید، چون من میخوام این بادمجونا رو با گوشتکوب بکوبم. بقیه پوست بادمجونا رو به این شکل میگیریم. ببینید اگه توی بادمجون اینجوری دونه داشت، چون من خودم با دونه بادمجون زیاد دوست ندارم، میتونید به این شکل دونه های بادمجون رو بگیرید. شاید خیلی دوست داشته باشن و دونش هم بخورن، ولی من سعی میکنم تا چه که میشه دونهای درشتش رو بردارم. خب میتونید اینو قشنگ به این شکل ساتوریش کنید، خوردش کنید بادمجونا رو، بعد بپزید سرخش کنیم. و اینکه میتونید یا مثل من که میخوام بکوبم شما بکوبید. من همه بادمجونا رو تموم کنم، پوست بکنم. برای همین من میخوام بادمجونا رو بریزم توی این ظرف و با گوشتکوب بکوبم.
همینطور که میبینید بادمجونمون آماده است. گوجه ها هم که رنده کردم آماده است. الان باید من سیرا رو له کنم. خب توی این مرحله من سیرا رو با این سیر خورد فانل حسابی خورد میکنم. خب الان سیرم رو یه مقدار باید تفت بدیم، زیاد نباید سیر سرخ شه. باید بهش یه مقدار نمک و زردچوبه اضافه کنیم. یعنی سیرمون رو باید با نمک و زردچوبه سرخ کنیم. این حسابی با هم دیگه تفت میدیم. یه مقدار که سیرا سرخ شد بادمجونامون رو بهش اضافه میکنیم. حالا سیر این بادمجونا رو خوب سرخ میکنیم. بادمجونا حسابی سرخ شد. من به این شکل هم میتونید بادمجونا رو وردارید، گوجه ها رو جدا سرخ کنید. هم میتونید اینجوری یه جا باز کنید و گوجه ها رو بریزید داخلش و سرخ کنید. اینکه میز آسمون بتونه خیلی خوشمزه بشه اینه که باید حتما حسابی سرخ بشه. من الان بادمجون و گوجه رو با هم قاطی کردم. اینجوری میارم جلو و بهتون نشون میدم. همینطور که میبینید الان من بادمجون و گوجه رو قاطی کردم و حسابی سرخش کردم. توی این مرحله وقتی بادمجون و گوجه‌مون سرخ شد من یه 2 قاشق بهش رب اضافه میکنم. این ربم خیلی کمک میکنه که خوشمزه تر بشه. حالا شما اگه دوست ندارید میتونید اضافه نکنید، ولی رب خیلی خوشمزه ترش میکنه. یا میتونید مثلا گوجه رو بیشتر بذارید. خب ما یه چند دقیقه هم با این رب گوجه سرخش میکنیم و بعد باید تخم مرغاشو بزنیم. تخم مرغا رو خیلی با سیر سرخ میکنه. اینطور که میبینید من تخم مرغا رو جدا سرخ نکردم. مرغا رو یه دونه بهش اضافه کردم و جدا هم نزدم. همینطوری ریختم توش و به همش زدم. سومیرم اضافه کردم و تخم مرغ آخرم میزنم. تخم مرغ آخرم بهش زدم. الان دیگه میز آسمونی ما تقریبا الان من دوربین آوردم جلو که از جلو بهتون نشون بدم. دقیقاً باید به این شکل باشه. نگم از خوشمزگی این میز آسمونی. یه بار بخورید عاشقش میشید. پس اگه تا الان تستش نکردید بهتون پیشنهاد میکنم حتما این میز آسمونی خوشمزه رو بخورید. دوستان عزیزم همینطور که میبینید میز آسمونی آماده شد. من با کمی گردو برای هون تازه و یه دونه تخم مرغ تزیینش کردم. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردن این غذای خوشمزه لذت ببرید. اگه این ویدیو من دوست داشتید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، لایکش کنید و برای دوستاتون بفرستید. از من حمایت کنید تا با دلگرمی ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودید.